دین ما برای کشتن شده، قتل، دزدی کردن، چور چپاول، اشتکار آروسی کردن، مال مردم گرفتن، تصاحب زنا، تصاحب ملکیت دیگران، همه زیر به نام خدا میکنیم و این پسترین دین است. 43 سال جلو چشم ما، 1400 سال جلو چشم تاریخ این جنایت صورت گرفته و کلش به نام خدا. امی خدا اینمت یک مزخرف چیز نیست. اگر واقعا خدا را بفهمین، او خداوند که کائنات خلق کرده، یک مرچه را شما دکه نمیتین که بگوین خداوند این دستور به ما داده. یک مرچه را چی رسه به ای که زن مردم تصاحب کنی و مالش و زندگیش از پیش بگیری و اولادای خود غول وارایی کنی به نام جهاد که کشته شوند و بگوی مبارک که بچه یکم شهید شد بخیر. بزرگترین بدبختی یک جامعه اینمی است.